باشه هزمایه یا خلق باید که علاف دراو کنیم که هزمایه باشه هزمایه هستی هزمایه خانه دی ما یک علاف بیرون علاف آه هستی هزمایه سازی تینجا هزمایه سلام علیکم نازی سازی تینجی سلامتی ها خوبه همه طرف همه علاف های دراو کرده که من گفتم ببرم مکه ها مایش خواه مایش علاف دراو کرده تو برای کار باری خانه تکو من اینجا علاف های علاف دراو کرده که من میرا جمع گرد کنم مکه درست پس زمستان باشه باقی هستی باشه لکم یا بسم الله الرحمن الرحیم نگاه خویستان دا ذخیره کو زمستان دا عدق کده کاره عدق کده باشه که یا جمع گیر کنیم کو چیگاه میکنم یا بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله هزمایه کشاده باشه هزمایه رحمت من علاقه گرفتم رحمت رحمت نیا که برم با کار باری خانه زندگی مایش خواب برم ماندگی علافه رو دراو کدگی هاشا بگیرم بیا هزمایه خانه ده باشه هزمایه هزمایه خانه ده اما ماندگی علافه رو ببرم لابای بیو همسایه بیو سازی هزمایه سلامتی ها خوبه همه طرف اما ماندگی همه علافه رو گفتم یاد بار کده بردم بگیر مایش خواب هزمایه رحمت من علافه ما گرفتم میشه من نصیب برای مکه علافه ما گرفتم مکه برام یک کار باری با زندگی خانم مایش خواب مایش خواب هزمایه بیو اکو بیشتر غمت دادم ده من همه علافه که من جمع گرد کدام بگیرم بیو برا هزمایه کجا باشه هزمایه هزمایه پیشی همسایه یک همسایه دراو کدام گرفتم برده سمکه همسایه تو اینقدر علف میبری و یک هفتهش ده علف میبری یعنی خونه ما اقلا یا شیر و چاکای نمیبری مودا یا دایی گرمی هفته و یا دو کده بخریم ما تو دیونه ای؟ چی با؟ اما یار خرده برده سمکه